دباغی که کارش دباغی بود. دباغا کارشون چیه؟ پوستو میذارن، اون پوست چند روز اونجا میمونه، متعفن میشه، میگنده، بعد اینو باید تمیزش کنن. یه کار خیلی کثیف و فضای بسیار متعفن، بوی بد همیشه. کسی که کارش اینه، یعنی دائما این بو در مشامشه، دائما دستش تو این فضولات و کثیفیاست، دیگه از اینا بدش نمیاد، بلکه به اینها یواش یواش خوب میکنه، عادت میکنه. بعد فکر میکنه اینا اصلا بد نیست دیگه، مزاجش بر میگرده. چون مزاج آدمی گلخوار شد، زرد و بدرنگ و سقیم و خار شد. چون مزاج زشت او تبدیل یافت، وقتی مزاجش تبدیل یافت، رفت زردی از رخش چون ماه تافت. این مرد دباغ مجبور شد که بیاد بازار عطارا. اصلا حالش بد شد، بیهوش شد، از حال رفت، افتاد رو زمین. مردم جمع شدن دور و برش که آی چی شده. به روش‌های معمول شروع کردن اینو مداوا کردن. گلاب می‌زدن تو صورتش، یکی نمیدونم کاگل می‌گرفت جلو دماغش، یکی میگفت قش کرده، این کارو می‌کرد، هر کی یه کاری می‌کرد، تا اینکه هیچ کدوم از اینا موثر واقع نشد. بعد چند دقیقه دیگه این داداشش بنده خدا دید که برادر از راه نیومد و نرسید و اینا، بدو اومد اینجا، دید این افتاده اونجا رو زمین، و برید کنار من میدونم چشه. اینا از تو آستینش میگه یه خود فضولات سگ در آورد، اینو گرفت جلو دماغ این. آخه خدایا این چی بود؟ انسان میتونه به این وضع در بیاد، یعنی بدترین چیزها، پلیدترین چیزها، بی‌ارزش‌ترین چیزها رو بهش عادت کنه، مزاجش نزول بکنه، همونجوری که میتونن مزاج. به خاطر همینه که انسان بی‌نهایته، از بی‌نهایت پستی تا بی‌نهایت انسانی که هر جفتش غیر قابل تصوره، غیر قابل تصوره.